سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان. این از دروازه مدینه در اومدیم، دروازه شهر مدینه. اینا دوستان بهتر از جان شهر مدینه را بینید. اینا دروازه شا بینید. اینا دروازه شهر مدینه را در اومدیم. اینا سلامت باشید، سلامت باشید. این اما خبر شگر بزرگی خدا جانم دروازه مدینه دا در آمدیم. انشاءالله که سه روز پس مکه خودش نه دوستان عزیز، دروازه مدینه، دروازه مدینه داریم. زنده باشید. tam راست میگه سوتافور نداشته یا تا دوستان عزیز، در درون شهر مدینه هستیم. آقای برادران بعد از نماز خفتن سوان هم متن نمون میشه. سوان بزرگ که هم متن سعادتون برسون، به فرزندو رو فرزندور کنه، به شوهرو رو شوهردار کنه، به زنو رو زندار کنه. خداوند بزرگ کدام مسلمان چی مقصد در دلش داره مقصدش برسه. خدا پروردگار رو همین مدینه دعا میکنیم که خداوند بزرگ همه رو بازداشت برسه. میرم که رحمت الله لا اله الا الله محمد رسول الله. خدایک محمد رسول الله. سبحان الله 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 سبحان الله. خداوند بزرگ پیشکاری همه تا کشاده کنه در بامداد. حق پروردگارا چی گناهی کردیم رو بخش خدای خدا. مدینه منوره. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدایک هست محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدایک هست محمد رسول برحق است.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على دوستان عزیز در باره سلام علیکم. شکر خدا که نماز خوندیم برادریم با همراه بندگان. الان در مدینه هستیم. مدینه خداوند بزرگ نگاهبان تمام شده جای باشده باشه. سربلند خانوادات و تنسرد باشه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بطل خوب است. محمد صلی الله و آله و سلم پاک پروردگار روز قیامت بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حياك الله حجي. بسم الله الرحمن الرحیم. حجي هيا حجي بحر ما في حجي همجا نماز میخونم. همجا داشته همجا زندگی میکنم. هم جای استقامت، جای زندگیش، جای هم نماز میخون هم چای میخوردم. مثلا اینجا میشه بازی همجا در خوبانی همجا بینانگیش منزل بینانگیشته نماز بینانگیش میشتم همجا چی میکنم. جای خوابش حال نمی جایی نه بینانگیش. رو صلاة بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنها به خاطر شما ما بنوار گرفتستم که شما ببینید این همه کتاب قرآن لا اله الا الله محمد رسول الله. در حق همه مسلمانای روی دنیا دعا میکنم بخشدم این آیت کلام ربانی را بر رضای حق سبحانه جل جلاله و روی پرفتوی حضرت محمد مصطفی صلی الله و آله و سلم پاک پروردگار را پیش کن و نگشوده کن. گناههای ما را عفو کن، از ایمان خارج ما نکن. ای الله بزرگ مهربان، همه ما مسلمانان را در پناه خودت نگهبان باش. پاک پروردگار را کسانی که مکان مدینه را زیارت خانه خدا میخواهند همشان را پیش کارشان نگشوده کن. به دیداری مکان مدینه مشرف بگردان. برحمت یا ارحم الراحمین. الله اکبر. یا الله من برم برای عظمت الهی شاهی الهی محمد صلی الله و آله و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. يلا يا اخوان. السلام علیکم. يلا يا اخي جزاك الله خير. يلا يا اخي تفضل يا شيخ. السلام علیکم. يلا يا اخوان ماشي يا شيخ ماشي. يلا يا اخي طريق بارك الله فيك. طريق يلا يا اخي. يلا يا اخي.